سلام مخلصم. آقا باورت میشه یه تیکر یفش متر 2 روز و نصفه درگیر بودم تا اینجا رسوندم. من مثلا نشون نمیدم آخا خاک برداشتن و این جلبه جدول رو شکستن و باز دوباره اینا رو باید باز دوباره کار کنین و اونا رو همه رو باز بودیم باز دوباره لبش رو کار کردیم باز اندازه ها چون مختلفه. نگاه ببین یه اندازه یه تراز زیره‌ای باید بری یه تراز زیره‌ای باید بری بعد میگم داستان زیرسازیش آماده کنی. خلاصه از میرسیمش به چی ها به نگاه با بوتون نگاه با بوتون موزاییک که اونجا کف سازی شده بود با میرسیم بعد سنگ میریزیم لای اینا ملات شل میریزیم زیر سازی میکنیم میایم بالا دیگه 30 سانت چی میکنیم زیرشو پر میکنیم میاریم بالا که فردا نشست نکنه چون لبه کاره کلی هم هزینه میشه. برای همون خلاصه 2 روز و نصف درگیره بودم. برای همون میگم آقای عجله نکن یکم ریزه کاریه دیگه کلن تیکه دیگه همه فارسی بوی شده چی نه واقعا اما قشنگ در میاد دیگه.